این یکی دیگه از کیفای جاکارتیمون هستش که قفل مگنتی نداره، قفل مرواریدی داره. این مرواریدهای ریزو شما میدید بالا، دهانه جاکارتی باز میشه. حالا بخوایم ببینیم چه سایزی هسته. عرضش حدوداً 8 سانت هست و طولش هم حدوداً 10 تا 11.5 سانته. حالا برای اینکه ببینیم کارت چطوری داخلش جا میشه، کارت رو کاملا دور برش کیپ به کیپه، یه دسته پول هم داخلش میذاریم ببینیم جا میشه یا نه. بله اینم جا میشه و هنوز هم میتونید کارت یا پول دیگه‌ای، مقدار دیگه‌ای داخلش بذارید و این مهره‌های کوچیک رو میدین دور مروارید بزرگ، دهانش بسته میشه و با این دسته ازش استفاده میکنید.